روز عصر داشتم توی یک کتاب فروشی قدیمی میچرخیدم بین کتاب‌ها. یک کارت پستال افتاده بود روی زمین. روش تصویری از یک پل مه‌آلود بود و پشتش فقط یه جمله نوشته بود: وقتی رسیدی نگاه کن به سمت چپ. هیچ آدرسی، هیچ اسمی، حتی هیچ تاریخی هم نداشت. فقط یک مهر محو که نصفش معلوم بود. کنجکاوی نذاشت ولش کنم. از صاحب کتاب فروشی پرسیدم. گفت این کارت پستال از یکی از جعبه‌های کتاب اهدایی بیرون افتاد. نمیدونم مال کیه. همون شب توی اینترنت دنبال تصویر اون پل گشتم. فهمیدم که اون پل توی یک شهر کوچیک در شمال کشوره. 2 روز بعد رفتم اونجا. روی پل ایستادم. سمت چپ رو نگاه کردم و یک نیمکت چوبی قدیمی دیدم با یک پاکت زیرش. پاکت رو باز کردم. داخلش یه عکس بود. عکسی از همون پل، ولی با 2 نفر که دست هم رو گرفته بودن. پشت عکس فقط نوشته بود برمیگردم. اگه این رو پیدا کردی هنوز دیر نشده.